در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. سوال ابراهیمی صاحب داشتیم، حال سوال احمدی صاحب میگیریم، بعد از جناب آقای فایزی میگیریم. در اینجا که ما هستیم الحمدلله شورای از دانشمندها هست. واقعا هر کدام از این عزیزایی که در این جمع با اشتراک میکنن اینا یک سرمایه های بزرگ کشور ما هست. دانشمندایشان که میبینیم یک نظام انقلابی است، هر چیز باید نسبی ببینیم و ما اینا پشتیبانی میکنیم از این نظام، از این مردم. خداوند اینا رو پیروز بسازه. با ایران مقابله کردن ولو که همی که ضعیف هم می بود، این مذاق نیست. یعنی با دولت ایران، علاوه بر که ایران تنها آل دولت مقتدر نیست، از قدیم هم بود، آلی هم هست. همین کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی یکی از خصوصیاتشان برافروختن آتش جنگ است. به خاطر چی؟ به خاطر فروش اسلحه. به هر شکلی که آدم فکر بکنه به دیگرها هم یک درس کلان است که از اینا بیاموزه. و همین طرفی ساینس و تکنولوژی است که ما طرفش میبینم، یعنی موفقیت جمهوری اسلامی ایران است. یعنی مقاومت ایران از کدام جای تقویه شد؟ به وجود آمده، حاصل دولت و ملت کاملا از بین برده. مردم به صورت بسیار عاشقانه از وطنشان دفاع میکنه و دفاع از دولت دفاع از وطن میبینه. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. بیننده های گرامی و عزیز، تشکر از حوصله و دقت شما. ما قسمت دوم برنامه پیامدهای تجاوز اسرائیل امریکا به ایران بررسی میکنیم. البته این تجاوز به ایران فقط به کشور جمهوری اسلامی ایران تجاوز نبود، بلکه به نحو تجاوز بسیار صریح و آشکار به تمام کنوانسیون های ملل متحد بود. در این مورد عاطف صاحب زحمت کشیده بود، آمادگی گرفته بود و تعدادی از دوستا هم سوال کردن. آلی عاطف صاحب به می سوالا جواب میده و بعد اگر وقت مانده امو مواد داره که علنا زیر پا گذاشته شده. اگرچه این گپ درسته که وقتی در سازمان ملل 5 کشور حق ویتو داشته باشه، معنیش است که این سازمان ملل هم زور پرست است. ولی یک چیز خیلی واضح است که تجاوز اخیر اسرائیل به غزه و تجاوز مشترک اسرائیل و امریکا به جمهوری اسلامی ایران. سوال ابراهیمی صاحب داشتیم، حال سوال احمدی صاحب میگیریم، بعد از جناب آقای فایزی میگیریم. شما مهربانی کنین احمدی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا که ما هستیم الحمدلله شورای از دانشمندها هست. واقعا هر کدام از این عزیزایی که در این جمع با اشتراک میکنن اینا یک سرمایه های بزرگ کشور ما هست. هر کدامش در یک بخش توانا هست. واقعا جمهوری اسلامی ایران دفاع جانانه کرد. مثل از این دفاع هیچ کشور تا بعد از جنگ جهانی دوم بر علیه امریکا و اسرائیل انجام نداد و در اینجا تمام انسان‌های آزادی جهان و یعنی من مطالعات عمومی که میکنم، تمام کسایی که قبلها ایده کمونیستی و چپی داشتن، این غیر از افغانی‌های ما همچنان اینا تمامشان به عقیده که در جمهوری اسلامی ایران و در تشیع مطرح هست در کشورهای اسلامی از بین رفته بود. اینا جنبششان حرکت امام حسینی بود که یعنی ما خون بر شمشیر پیروز است. اونطور که یزید به عنوان یک امپراتور گفت بیا تو بر ما تسلیم شو، نشد و امام خامنه‌ای گفتن که بیاین شما در اینجا پنهان شوین یا اینجا پنهان شوین، این کار نکردن. اینمی خودش باعث از این شد که میلیون ها نفر بخصوص جوان های زیر 30 سال بسیارشان به اسلام گرویدن و اینی را ما اگر به عنوان مثلا افرادهای مهم جامعه افغانی ما که در مسلمان هستیم و در رادیو کتاب تشریف آوردیم، اگر ما یک جهت داشته باشیم که مثلا تقبیح کنیم
واضح مثلا جنایت امریکا و اسرائیل خیلی خوب است. تشکر. تشکر احمدی صاحب. فایزی صاحب سوال شما را بگیریم بعد بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه خدمت مجریان برنامه، دوستان حاضر در این برنامه و همه بینندگان سلام میفرستم. اولتر از همه این حمله جنایتکارانه امریکا و اسرائیل از سر جمهوری اسلامی ایران من این محکوم میکنم یک حمله ظالمانه، تجاوزکارانه و غیر عادلانه است. نظام امریکا در رأس کپیتالیسم و اسرائیل هم که یک پادگان نظامی از امونا است. شور و چپاول و زورگویی در منطقه اینا همیشه سیاست های منطقوی خود داشتن. کشورهای دست نشانده خود که بعد از جنگ دوم جهانی، جنگ اول جهانی در این منطقه ایجاد شد، کشورهای عربی را، کشورهای نو تأسیس مثل کویت و امارات و بحرین خود جز یک استان یا ولایت ایران بود که اینا جدا ساختن و شیخهای نوکرهای خود هم اینجا مقرر کردن و شاندن به خاطر که منابع طبیعی منطقه را نفت و گاز شبا برن و دوباره چیزایی را تولید میکنن، دوباره به اینا میفروشن، پولایشون رو میبرن. یکی از علائم استعمار کپیتالیسم که در نهایت خود میرسه همیست که در جستجوی منابع طبیعی و فروش کالاهای خود است. از اینا که این منطقه بهترین شرایط برای اینا داشت و اسرائیل هم پادگان نظامی امریکا و غرب بود برای زورگویی و سرکوب کردن جنبش‌های انقلابی. حکومت ایران اولی که هر انقلابی که در دنیا ما یک چند لحظه من وقت بدیم رازی که هیچ فرصت نشدم وقتی که من در این موارد صحبت کنم. هر انقلابی که در دنیا میشه اگر مثل یک حرکت تنها نظامی باشه به شکل کودتاست یا قیام است یا قدرت میگیرن، نه او ماندگار می باشه، نه یک اندیشه داره، نه یک ایدیا داره، نه یک ایدئولوژی داره، نه یک ارمان و پیام بر مردم و جامعه و آینده خود داره. ولی حکومت انقلابایی که در دنیا شده از انقلاب کبیر فرانسه که باعث شد که نظام سلطه شاهی را تبدیل به جمهوری بسازه، شعار عدالت برابری و برادری را در اروپا ایجاد کرد که باعث پیشرفت‌های در کشور فرانسه و اروپا شد. انقلاب‌های دیگه کمونیستی هم در دنیا شد، انقلاب مثل کمونیستی در شوروی، در چین، در دیگر کشورها. ولی در کشورهای اسلامی انقلابی که در ایران شد تو نبود که مثل که بعضی کسایی را مقایسه کنه با تحولاتی که در افغانستان شد، مثلا طالبان، گروه روحانی، گروهی که مثلا توسط خود عربستان، امریکا و پاکستان ایجاد شده بود به حیث یک گروه سیاسی آمدن قدرت گرفتن. این مقایسه با او شوه نمیتونه. اولی که همین چیزا رو به خاطر از میگم که اول که هدف یک نظام اگر معلوم نشه آدم نمیتونه در مورد از قضاوت بکنه. انقلاب اسلامی ایران پیش از این بعد از شکست کودتای 28 مرداد 1332 حکومت مصدق که توسط امریکا و شاه سرنگون شد، در حقیقت روشنفکرها و آزادیخواهای ایران خیلی داغدار ساختن. خیلی اونا دل پردرد ماندن که شخصیت مثل مصدق اینا بکنار کشیدن، دوباره شاه دست نشانده امریکا و انگلیس و غرب دوباره سر قدرت آوردن. همین بود که هیچ جنبش انقلابی در اونجا از این موضوع راضی نبود و قبل از این هم دانشمندان حوزه علمی فلسفه هایی که در ایران در بین روشنفکرها و حوزه‌ای‌ها بودن، یکی از فیلسوفای خیلی معروفی که کمتر در دنیا شناخته میشه ملا صدرالدین شیرازی است و وقتی که به آثار از اینا مراجعه میکردم کم علاقه فلسفی دارم. کوتاه بگویم که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام انقلابی است، یک نظام ضد استکباری است، یک نظام است که اینا الهام از قیام امام حسین علیه السلام گرفته و هیچ وقت در طول شاید اشتباهاتی داشته بوده باشه، من قبول دارم، ولی یک نظام انقلابی است. ولی متاسفانه توسط خود غرب و شبکه‌هایشان و حتی توسط بعض درسخوانده های قم
بعضی کسایی که تا در ایران بودن، بعضی کسایی که از روی عقده یا ضرر دیدن میگن درست، ولی بعضی کسا رو آدم میبینه که سازمان داده میاد تا در این برنامه شما به صورت مشخص صحبت می آوردن باید یک تخریب از نظام جمهوری اسلامی شود، یا بعضی یکی از دوستان در جلسات پیشتر گفتن در 40 روز مقاومت نفرت مردم به اینا زیاد شده. پس چی میکردن؟ اینا تسلیم میشدن. قیام که ایران کردی، جنگ که ایران کرد، اینا قبول بکنه که سرنوشت تاریخ بعدی دنیا و منطقه تغییر خواهد کرد و این قیام از اینا مورد تایید تمام روشنفکران، حتی ما چپی ها را دیدم، کمونیستا، کسایی که حتی ملحدی لایک هستید به خدا اعتقاد ندارن، از این قیام استقبال میکنن و تا این کسایی هم که یا در شبکه‌هایی بودن که اینا باید این جمهوری اسلامی ایران را تخریب بکنن، یا از روی اقدس، اگر از روی اقدس خدا هدایتشون کنه، اگر از روی شبکه‌ها ارتباط داشتن متوجه باشن که چیزایی که ارتباطات به این شبکه‌ها و در خدمت استعمار بودن و یک نظام خودی انقلابی را تخریب کردن، آبروی یا انسان در دنیا میبره که در آخرت واضح است که آبروی نخواد داشت. من هیچ وقت زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران نبودم، انجینر صاحب، من 30 سال است بیشتر میشناسم، از یک منطقه چندول هستم. من درس خوانده اتحاد شوروی هستم، ماستری حقوق خود از اونجا گرفتم، در غرب هم درس خواندم، ولی از آثار فیلسوفا و دانشمندایشان که میبینیم یک نظام انقلابی است، هر چیز باید نسبی ببینیم و ما اینا پشتیبانی میکنیم از این نظام، از این مردم. خداوند اینا را پیروز بسازه و این پیروزی از اینا یک افتخار نه تنها برای مسلمان ها، برای تمام آزاده های دنیاست. تاریخ جهان بعد از این صورت دیگه به خود خواهد گرفت و این روند پیش خواهد رفت. انشالله که همگی دوستا شاد و موفق باشن. اگه سوالات در گفته های ماست من میتونم بیشتر در این مورد، در مورد نظریات فلسفی شد و دیگران نظریات بتون. بسیار تشکر از اینکه به ما وقت گذاشتین. خواهش میکنم. تشکر از شما صاحب. فقط صحبت شما خیلی شیرین بود، متاسفانه تقریبا 80% خارج از موضوع برنامه بود. بله. قربان شما صاحب. خب یک نفر به نام VENI هست، اگر میخوای خود معرفی کنه خوشحال میشیم. من نامش نوشته کنم. خب شاید نخواه معرفی کنه، مشکل نیست. انجینر صاحب بفرمایید. انجینر صاحب محسن. تشکر بسیار زیاد. انشاءالله صدای ما میرسه به شما؟ کاملا صدای شما میرسه و یک اشتباه به خیلی ما کردم صاحب. نایل صاحب دست خود بالا کرده بود، من صحبت شما کردم. پس ماندم دست خود نایل صاحب گپ بزنه بعد از اون سوال. بسیار تشکر نایل صاحب. مهربانی نایل صاحب. خب ما یکی از آیره گفته نیستم، یک کمکچی که همین کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی یکی از خصوصیاتشان برافروختن آتش جنگ است. به خاطر چی؟ به خاطر فروش اسلحه. این اسلحه را چی کنه؟ باید یک جای جنگ پرته غارت کنه، دارایی ها و سرمایه های معنوی و ملی و ملت و خودشان آتش جنگ در بتن. خلاصی است. و ما یک گپی دیگه دارم که او فکر میکنم که عکس گپای احمدی صاحب است. شخصیت های علمی، فلسفی، ادبی و روحانی که در زمان پیش از انقلاب اسلامی در ایران قرن 19 و 20 ظهور کردن، بعد از انقلاب اسلامی او رقم آدم ها بسیار کم است. شما او پیشتر گفتن. ببینین مثلا استاد فروزانفر، زرین کوب، ده خدا، ملک شعرا بهار، بازرگان، ناصرالدین صاحب زمانی، یا آدم های ساده و عادی نبودن. همینطور یک آدم شما بعد از انقلاب اسلامی نشان بتین، بعد از 47 سال 47 سال انقلاب اسلامی، همینطور او وقت با آیت الله تعدادش افزودن. ببخشید ما اخسم. خب همینطور مثل ده خدا یک کسی پیدا شد بگویه دمی 40 سال 45 سال 50 سال آخر. بسیار عالی. سوال نبود. من فکر کنم یک خود جناب آقای پروفسور مرندی را که ببینین، یک آدم متواضع، فوق العاده عالم بزرگ، یکی از فیلسوف های بزرگ، جناب تا همیشه ازش استفاده میکنه، ابراهیم دینانی. مثل از این شما در طول تاریخ ایران یکی را پیدا کنین، امیال هم 91 ساله هست، آثارش استفاده کنین بعد میبینین. مثل از این هزارها خانم که حالا الحمدلله پروفسور شدن، شما در قبل پیدا کنین، تعجب میکنین. و یکی از بزرگترین پروفسورهای جهان میگه که امام خمینی یک توانایی داشت که
سرمایه ایران آنقدر تقسیم جمعیت و به خصوص جمعیت مستضعفین کرد. شما تعداد تحصیل کرده های مرد و زن ایران و متخصصینش ببینید، از انگلستان کرده زیادتر هست، از فرانسه کرده بیشتر هست. تداوی در زمانی که ابتدای انقلاب بود و در زمان شاه دکترها از هند می آمدن، از پاکستان، حتی از افغانستان، اما آل دکترای ایران، متخصصین ایران در سطح جهانی مثلا پذیرای در رشته های مختلف هستند. اگر خواستین یک گواده بسیار سوال بجا دارین راجع به این به آمادگی میتونیم ما صحبت کنیم. خود همین آلمان و دانشمنداش میگه که ایران، شما ببینید همین نفرهایی که در پاکستان روان کرد، تمام از یا آدمای ورزیده رسیده با یک برنامه میرفت از امریکا، به اصطلاح گوشی همیشه در گوش وزیر بود که رئیس جمهور اسرائیل چی میگه، ایره بکن ایره نگو، هیچ از خود استقلال نداشتن. احمدی صاحب، بله، یک جوابتون خیلی خوب و جالب بود که از پروفسور دینانی نام بردین. بله، مثل از یور. بله، مرندی رو هم که گفتین بعد از جنگ ایران در مقابل یا مقاومت مردانه و به حق ایران در مقابل امریکا و اسرائیل بسیار خوب و مستدل صحبت میکنه، اما او آدمایی را که نایل صاحب نام برد هر کدامشان سایر آثار عرفانی و فلسفی است. مثلا به دیو زمان فروزانفر یقینا شما مصارش خوندین. چون این موضوع خارج از برنامه است، اگر اجازه بتین در این مورد یک برنامه بگیریم، مقایسه کنیم علما و دانشمندای قبل از انقلاب بعد از انقلاب. سری بنشید. خیلی بسیار. انجینر صاحب محسن، شما بفرمایید. تشکر بسیار زیاد. من منابع خود سلامای خود تقدیم میکنم به همه حضار. من با پیروی از احمدی صاحب امی تجاوز تقبیح میکنم، تجاوز امریکا و اسرائیل به ایران، و بسیار یک تجاوز ظالمانه بود و بیجای و راستی خاصیت دولتای به اصطلاح سرمایه‌داری میتونه می باشه. به هر صورت من خودم شخصا به اصطلاح مخالف می حکومت دیکتاتوری هستم. در جایی که به هر نامی که حکومت دیکتاتوری باشه من مخالفش هستم، ولو که به نام اسلام باشه، به نام جهاد باشه، به نام به اصطلاح هر عقیده، هر فکر و هر نظری که باشه من مخالفش هستم. دیکتاتوری از نظر من مردود است. به هر صورت لیکن در ایران یک مقاومت جانانه ایران نشان دادن. اگر ایران مقاومت نمیکرد نابود میشد. ایران باید مقاومت میکرد، باید مقاومت میکرد تا در تاریخ به اصطلاح دوام داشته باشه. یکی. لیکن مقاومت ایران از کدام جای تقویه شد؟ دو منبع داره ایران. یکی خب منبع عقیدتیش است که ما شما رو میفهمیم و بسیار قوت داره. لیکن یک منبع دیگه منبع علم و ساینس است. اگر پیش ایران علم و ساینس نمی بود و هر قدر در به اصطلاح در کوه و غار و جای به اصطلاح عبادت میکردن، امروز شاید وقت تمام غارا را آب میگرفت و تسلیمی امریکا میشد. لیکن این اردو که وقتی که یک جای شد، هم دعا و هم عمل، اردویشان یک نتیجه مثبت داد و یک درس عمومی برای تمام مملکت اسلامی است. برای کسایی که به اصطلاح اوجا هم دیکتاتوری بسیار ظالمانه وجود داره، لیکن خودشان مفتخور هستند و به اصطلاح غیر روزگذرانی کار دیگری ندارن. بونا هم یک درس است برای از که از به اصطلاح احتیاج دیگرها در امان باشه و ملتشان همونطور دوامدار در تاریخ بمانه، باید به علم رجوع کنه و دیکتاتوریش خو حتما باید کم کنه. یک چیز واضح است که کلی مملکت اسلامی، تمام ممالک اسلامی، مردمایش وظیفه داره که دیکتاتوری را از بین مملکت‌های خود پس کنه مطابق شریعت اسلامی و نه یک جمهوریت جانانه اسلامی که مخالف دیکتاتوری باشه و برای مردم ارتباط داشته باشه. یا بیعتی که دو طرفه، یک
یک به اصطلاح اقرار دو طرفه از طرف دولت و مردم است، لیکن بیعت قابل پرسان ای باید موجود باشه، لیکن ای بیعت به روزی به مطابق امروز باشه که با حساب سابق امکان نداره. با این اساس ما یک چیزی که به اصطلاح در جنگ امریکا و اسرائیل برخلاف ایران میبینم، یک مقاومتی به وجود آمد که میتونه دیگه مملکت‌ها را هم جرأت بده. این یک چیز واضح است، هر جایی که یک قدرت به اوج خود میرسه بعد از او تذلیلش شروع میشه. ترامپ اوج قدرتی به اصطلاح ظالمانه و اوج قدرت سرمایه‌داری امریکا بود ترامپ، که بعد از دیگه با خودخواهی دیگه رسیده، به اصطلاح هیچ امکان نداره به اصطلاح اینا تمثیل کنه. و ترامپ فکر میکرد که ما در مقابل ایران با یک پتکه مثل قسمی که اسرائیل او را گپ هم داده بود که بسیار آسانی از بین میره، ما همه چیزش از بین بردیم، لیکن اونا فهمیدن که این چیز را از بین نبرده بودن. اگر بعضی امکاناتش از بین برده بودن، عقیده مردم و مقاومت مردم از بین نتانستن ببرن. به اساس بعد از دیگه ذلت امریکا شروع شده و یک چیز واضح است که درست است که از نگاه مادی ایران به اصطلاح بسیار برش نقص رساند و بسیاری چیزایش به مخروبه تبدیل شده، لیکن ایران میتونه دوباره بسازه و یعنی به هر شکلی که آدم فکر بکنه به دیگرها هم یک درس کلان است که از اینا بیاموزه. و همین طرفی ساینس و تکنولوژی است که ما طرفش میبینم، یعنی موفقیت جمهوری اسلامی ایران است. یعنی ساینس باز همون چیزایی که دوستان پیشتر گفتن، فلسفه و به اصطلاح ادبیات و همه چیز و نظریات همیشه ما قبول دارم، لیکن در عمل پیاده نکرده بودن و بعد از جمهوری اسلامی ایره در عمل پیاده کردن که اینمی نقطه بردشان است و به کل مردم ممالک اسلامی یک درس است که با علم مراجعه کنه، با ساینس مراجعه کنه تا در مقابل تا از مملکت خود دفاع کرده بتانه، دفاع مثبت و درست کرده بتانه. اینمی مسئله رو من میخواستم بگویم و سوال ما از عاطف سیوی است که آیا شما فکر نمی کنید که در ممالک اسلامی که خودشان همیشه احتیاج به دیگر هستند، یکی از احتیاجشان اینمی خودی موجودیت نظام هایشان است، این نظام هایی که در مملکت وجود است، آیا خودی از یک علت نیست؟ تشکر از شما. تشکر انجینر صاحب. خب امینی صاحب نیست، احمدی صاحب مهربانی. ما هستم. خب مهربانی ببخشید. اول خدمت همه بزرگوارا سلام احترام. صحبت ها بسیار جالب بود، استفاده کردیم. راجع به پیامد حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به نظر من اشارات خوب صورت گرفته، از جمله عاطف صاحب اشاره کرد که یک اتحاد و هماهنگی بین مردم ایران به وجود آمده، فاصله دولت و ملت کاملا از بین برده، مردم به صورت بسیار بسیار عاشقانه از وطنشان دفاع میکنه و دفاع از دولت، دفاع از وطن میبینه. این یک واقعا نعمت است، یک برکت است که نصیب ملت ایران شده و سفارش جناب عاطف صاحب بجا بود که دولت ایران سزاوار است که از این برکت استفاده بهینه بکنه و بتانه این موضوع را حفظ بکنه. و همچنین راجع به ممالک اسلامی و منطقه اینا صحبت های صورت گرفت که تمام دنیا در سطح منطقه چهره حقوق بشری یا مثلا بشر دوستانه آمریکا بسیار آشکار شد. البته از برکت بسیار به صورت او رو برهنه آمد، تمام قوانین بین المللی را نقض کرد، تمام گفته ها و رشته ها و بافته هایی را که غرب در گذشته برای فریب ملل ضعیف ساخته بود، همه از اینا رو ضرب به صفر کرد و برای همه جهان ثابت کرد که اگر زور داشتی مستحق حقوق خیش هستی
اگر زور نداشتی هیچ حقی در جهان نداری. در جهان فقط زور حاکمیت داره. برو قوی شو اگر راحت جهان خواهی. این موضوع را ترامپ ثابت کرد. و همچنین تاثیر دیگه که بازم اشاره شد از همپاشی ناتو بود و مجرد شدن امریکا که قبلا همیشه در حمایه بین الملل و سازمان ملل و همچنین حمایت بین المللی مثل اروپا و کشورهای عربی اینا تهاجمات انجام میداد. مثلا 2 بار در عراق حمله کرد امریکا و 2 بار مصارف حملات خود چندین برابر از عربای خلیج فارس گرفت و این بار تقریبا ممالک عربی هم به این نتیجه رسیدن که پایگاه ها برای ما برای حمایت نیست بلکه برای ما دردسر ساز است و این پایگاه است که ما مورد حمله قرار میگیریم. اگر پایگاه های امریکا نباشه ما از بین میریم. این قسمت پیامدها و اما در قسمت دولت جمهوری اسلامی که ناگزیر ما افغانا وقتی که از هر چیزی صحبت میکنیم سر جمهوری اسلامی باید یک گپ بزنیم. راجع به خود جمهوری اسلامی به نظر من تبلیغات کارساز نیست، خیلی مؤثر نیست، ولی تحلیل میتونه کارساز باشه. مثلا فرمایش جناب عاطف که گفت فاصله دولت و ملت در ایران باید از بین بره و باید از این برکت استفاده شد. به نظر من با یک تحلیل میتونه جواب بگه، نه با رحمت الله علیه و امام خمینی و امام خامنه‌ای و اینا. این کلمات تبلیغات چیز، نه کلمات تحلیلی. و همچنین جناب نائل صاحب فرمودن که فیلسوفایی که پیش از ایران به وجود آمدن، نه تنها فیلسوف که در هر عرصه دانشمندایی بوده که تقریبا بعد از انقلاب جایگزین نداره. حالی مثلا اگر از 7-8 تا از قبل از انقلاب نام ببریم میتونیم در دوران انقلاب 1-2 تا 3 تا را جایگزین کنیم، به او اندازه نیست. موضوع دیگه که بازم در اشارات عاطف صاحب بود که میتونه جواب تحلیلی برای شرافت وجود داشته. از نظر رشد اقتصادی ایران ظرفیت فراتر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داشت. هم نیروی انسانی بسیار زیاد داشت، هم نفت از اونا که بیشتر صادر میکرد و هم حمایه بین المللی را پیش از انقلاب بیشتر داشت. اما وقتی که انقلاب به وجود آمد، حال شما برین مثلا دبی، قطر و یک کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران مقایسه کنین، اقتصاد از اونا تا ایران زمین تا آسمان فرق داره و همین موضوع باعث شده که ایرانیا همیشه احساس ضعف میکنه، احساس حقارت میکنه، نارضایتی هم که به وجود آمده از همین ناحیه است. بله یک سلسله حرفا را مثلا جمهوری اسلامی داشته، میشه بگیم که در قسمت نظامی آقای خامنه‌ای نبوغ داشته. میتونیم بگوییم که یک جنرالی بسیار بسیار شبیه نابغه بوده. شما ببینید که تا امروز هر چیزی که ایران در دفاع مصرف میکنه از ابتکارات آقای خامنه‌ای است. آدمی که خودش مثلا جنرال نبوده، در حقوق در فنون نظامی درس نخونده، اما کارایی کرده، ترتیباتی گرفته و ترتیبات سنجیده که از چه طریق ما میتونیم خود در مقابل دشمن حمایت کنیم. فاصله که بین دولت و ملت بوده، این فاصله را نمیتونیم نادیده بگیریم. انجینیر صاحب حسین بسیار بسیار مؤدبانه اشاره کرد، گفت من مخالف دیکتاتوری هستم، چی مسلمان چی غیر مسلمان. آیا شما میتونین بدون تبلیغات ثابت کنین که حکومت ایران دیکتاتوری نبوده؟ این تحلیل میخواد، با تبلیغات نمیشه. تحلیل بکنین، بگوین که نه به این دلیل به این دلیل دیکتاتوری نیست. و سلام. خب یک دنیا ممنون صاحب. عاطف صاحب بفرمایید، مهربانی به هر صورت سوال. من فکر کنم شما یک سوال داشتین، سوال کردین، من گفتین که یک چیزی بگویم ما در رابطه با اینکه کدام مقررات نقض شده، اما تو یک چیزی بود. بله بله اگر لطف کنین، برنامه خیلی وزین میشه صاحب. خواهش میکنم. اولین نکته که در رابطه به این حمله برای مد نظر است یا برای ایران یک اجازه دفاع را میده، همون منشور ماده 51 منشور سازمان ملل متحد است که دفاع مشروع و در این حمله جهت ایرانی در موضع دفاع مشروع قرار داره و دو طرف حمله کننده که ایران و اسرائیل و امریکا باشن، اینا به عنوان حمله کننده و متجاوز هستند.
مطابق منشور سازمان ملل متحد، بدون هیچ گونه طرفداری و با اصطلاح بدون هیچ گپ. ولی آنچه که در رابطه با مسئله دیگه که نقد شده مسئله زیرساخت‌ها است. مسئله زیرساخت‌ها در منشورهای سازمان ملل متحد، در کنوانسیون‌های ژنو، مخصوصا حقوق بشردوستانه 1949 و اخلاقیه 1977، حمله به زیرساخت‌های و اهداف غیر نظامی ممنوع قرار داده شده و جنایت جنگی شمرده میشه که از او جمله حمله به برق، به منابع برق، منابع آب، منابع پل، هر منبع که هر هدفی که غیر نظامی، اصلا اونجا به این مسائل به مشخصا گفته نشده که به پل یا به سرک یا به برق حمله شده، ولی گفته به اهداف غیر نظامی و این میاد جز کاتگوری اهداف غیر نظامی هستند و زیرساخت‌های کشور هستند و این جنایت جنگی شمرده شده. و متاسفانه که ایالات متحده آمریکا در عملات خود به این زیرساخت‌ها حمله کرده و نه تنها ما، نه تنها شما، نه تنها هیچ کسی در سطح جهانی به عنوان یک جرم جنگی یا جرایم جنگی به حساب آوردن. این نکات است که نقد بر جمهوری اسلامی، همونطور که گفتم، حق دفاع مشروع قائل شدن. یعنی حق دفاع مشروع به اساس همین ماده 51 که منشور ملل متحد جایز بوده و داده، یعنی حقش همین حق داشته که بکنه و یعنی در یک موضع حق قرار گرفته. ولی آنچه که جناب امینی صاحب فرمودن ما با او کاملا موافق هستم و امیدوار هستم که بتونیم. من فکر میکنم یک دو تا برنامه دیگه هم نیاز است تا بریم با عمق مسئله، چون امروز ما بسیار، من خودم هم شخصا بسیار مختصر و به سرعت در این مورد صحبت کردیم. به سرعت نمیشه در این مورد صحبت کرد، باید عمیق و در هر موضوعش باید کمی دقیق‌تر و بیشتر صحبت شود. اگر خبر دیگه نباشه، صحبت دیگه نباشه، تشکر از شما. خب خیلی ممنون صاحب. محسنی صاحب، بله مهربانی صاحب. من نظر من این است که امریکایی ها و ترامپ مخصوصا فکر کرد که با یک تمدن 5000-7000 ساله خودم مقابله میکنه. این نه کویت بود، نه ونزوئلا بود، ایران، نه کدام کشورهای خلیج فارس که رقمی تاریخ چندان درخشانی هم ندارن. با ایران مقابله کردن ولو که همی که ضعیف هم می بود، این مذاق نیست. یعنی با دولت ایران، علاوه که ایران تنها عالی دولت مقتدر نیست، از قدیم هم بود، عالی هم است، در آینده هم خواهد بود. با او شاخ به شاخ شدن و جنگ کردن این مذاق نیست. او ندیده بود، نخورده بودن به اصطلاح وطنی ما. بله واقعا یعنی دفاع جانانه ای که همونطور تاریخی شاید وا تا باید فکر نمیکنن که ما این رقم چی میشیم، با این رقم برخورد، با این رقم دفاع ما مقابل میشیم. غلط خوانده بودن، کتاب سرچپه خوانده بودن. و دقیقاً بله، فکر میکرد که ونزوئلا است، میریم خلاص، الله اکبر، هیچ گپ نمیشه. بله، بسیار تشکر استاد. بیننده های گرامی، تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. لطفاً با سابسکرایب، انتقاد و پیشنهاد رادیو کتاب تقویه کنید و بیاین در بحث‌ها با ما شریک شوین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست و با تمام توان تلاش میکنه تا آزادی بیان در اینجا به صورت حقیقی مراعات شود. هر اندیشه‌ای که داشته باشین ما در خدمت شما هستیم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.